السلام علیکم مخلصان کانال ماموغازی. امروز پنجشنبه قرار دارم در مالبازار ناحیه جلالدین بلخی کلخوزآباد در این ویدیو سیام کرده مالهای مایده خشخور تکه بز سولق گوسفندهای ماده برای مال کنی همه نمودی مال مایده است. برای خشخورها اپتوم یادتا اومدگی است و یارم گرفتگی هم کسی ده اینترس نی باشه. کسانی که در کانال ما مهمان هستن با کانال ما ابونه شوین. رفتیم ویدیو را تا باشه تماشا کنید. سر کده مالی مایده اون سولقا سولق ماده گوسفندی که زویدگی یادتا برای کدگر با اولی مال کنیده میشید است. با گفت صاحبش با 21 گفته است معامله داره. چندی رفته است اکا؟ 2018 19 رفته است. خشخور رفتگی بوده است همش بغضه. اینا هم اخته؟ نه یا پیر بوده اینه که دوتاش دیگراش نرمال. خب من دوتا سولق 2000 بازار قنچه قلیاب؟ یکو نه؟ هر دوشا یک جویا 25 کده دوتا سولق یک خشخور اون یکی yarım دیست. بازار قنچه قلده؟ 2500 کسته خشخور بازار اولی چی نکده است. خب منم باز قشقا برای خشخورو مودا نر آرلاش کتشی قنچه نمولی عباکه؟ 12 yarım yaşlıları. 12 اینیم کلانوش 11 اینیم 11 هم رفته است. Televizyon araba çıkarıp برای خشخور مودش هم هست. اپتوم خب من برای خشخورو از ایلاق آمدگی است. اپتوم اون یکی دن دیدینز ما 12 بوده است با معامله داره. خب فروختگیش 11,050 سوم 12 اینیم رفته است کلانوش. نه خیلی برای خشخور همش مایده مایده. خب تاکا را بینید. ایش هم تاکا مودا بوده. خب ایش 2000 چند کت بزرگ؟ ایش چی؟ ایش 1150 خریده. 1150 نه تاکا را خریده است. این مودا بز چی؟ مودا بز 1200 معامله داره. بزرگ چند کت؟ بزرگ 850 800 سوم بزرگ کرده. خب منه تکه افغانی کلان 3000 گفتشتن معامله داره. بازار اولی چی نکرده است. چند ساله باشه؟ ساله. خب منه بزغلو را بینید. تکه مده ارلاش نمیاد چندیه؟ 450 بزرگ چندی که؟ نکده ها؟ 300. ایناش چی؟ ایناش هم 450 550 تکه مده ارلاش هم 350 400 سم بزرگ نکده گیه. چند ماهان اینا؟ هسته یا 4 ماه 5 ماه؟ مایده هم؟ 450 یاش هم اخته؟ یاش هم اخته. چند باید نرخش؟ یاش هم نرخی هم نرخی هم این است. تکه موده ارلاش 450 500 سم کلانوش 550. خب من گوسفندای چیولنگ اگر یکان ذوقمنده باشه گوسفندای چیولنگ هست. 1500 معامله داشته است. بزرگ چند کدگیش نمیدونیم. اینوش هم گوسفندای موده اینا پیر شدگی هنوزه. اینا رو فربه میکنیم فقط برای گوشت.
خب من قشقار بینم قشقاری فربه میانش دراز 2,500 نرخش و سودا میشود. بازار چند کده که؟ 22,500 بازار نرخ کده بگم. خب من قشقار بینم قشقاری فربه نرخش 27,700 با سودا میشود. بازار چند کده که؟ 24 بازار نرخ کده بگم. باشه بینیم. خب من کوز قشقارlar برای قشقار 1200 کتشی نچیدن bo'lyapti Kişi 11,5. خب 12 و 50 11 و 80 فروخته است 12,5 گفته است دیگه برای قشقارو خب من قشقارو ایش 2000 گفته است ایناش 1600 1700 معامله داره. خب من ایرا 15 کدگی ایناش چی؟ یو شاکه 12 بتی 12 کدگی هم بازار 12 جای پولگیریش بوده است بازار رو کنه کرده شام 15 جای پولگیریش اینا 12. خب من قشقاری کلان 3400 گفته معامله داره. بازار قانچه قلده با؟ 25 بازار نرخه. خب من تاکوی بهترین 1300 هم ایش 1100 کلانش چی؟ 1600 بازار چندی که؟ هر خیل بازار نرخه است. چند سال اینا؟ نمیدونم خیلی نرخ نمو تاکوی زور بوده اینی یا چندی اکا؟ 900 800. کبود 900 زرد 800 بازار چندی که؟ بازار نام 750 کنه 750 زرد کدگی بازار. خب من دتا قشقاری کلون این 28 ایش 3000 چند کدی را بازار؟ 23 بازار کدگی ایرا چی؟ 23 بازار کدگی هست 46 هر دوشه یک جویا کدگی هست. خب من قشقاری کلون 22 بوده است با معامله داره. بازار چندی کده که؟ بازار چندی که؟ 18 مایدتر شد 19 کلون شکدگی هم قشقاری نرمالی اونایی سودا شده. قشقار مرقه چی من؟ قشقار 1200 1200 خریده است قشقار برای قشقار بولاری هم شو نرخ من؟ onlar 1250 شام 1200 ایشا 1150 سوم خریده است. هر سه شام قشقار پشمش گرفتگی نیست برای قشقار. خب من دوتا قشقاری کلون 2500 گفتستم معامله دارم. همین کلونش چند که؟ چند کدانه 2500 کلونش کدگی ایشا ارزون تر. خب من برای قشقارو من دوتاش 1,5 بازار چند که؟ نکنه؟ پایش چی؟ ایشا 1800 گفتسته زرده 1,5 بازار کدگی نداده است 1,5. خب من بقچه را بینیم بقچه ذاتی 4,500 گفتسته معامله دارم. بازار 37 کدگی 3700 بقچه آینده داره. خب من بقچه های کارپات اومده است. شویتزاری اوراتیپا ایرا چند گفته؟ 55 چند کد بازار؟ بازار 48 55 گفته 48 بازار کدگی. ایرا چی؟ 55 بازار چند کد؟ ایشم 55 چی؟ 56 بازار چند کد؟ 51 بازار کدگی. ای چی؟ این صاحبش نبوده است.
مانا بخاچه‌های بهترین اومده. مالک جای؟ بزرگ با بازه باش همین. سالتاویور. توزا شویتساری اورات پا. اورات پاک دست. او مانا گوسالا چرا بینی؟ بخاچه بوده. 3800 موبیلا دورا بود. خرپات ماننده اکن همه دانی چه خیلی میشه. بزرگ چند کده که؟ میره بازار 22 23 23 بزرگ کده گیا.